میدونم احتمالا شما هم جوجه کباب زیاد درست کردید ولی هنوز به اون طعم واقعی رستورانی نرسیدید. با این دستور طعم جوجه کباب شما دقیقا همون طعمی میشه که تو رستورانهای خوب میل کردین. همه چیز توی اینه که مواد مرینیت رو به چه ترتیبی اضافه میکنی. اول از همه زعفرون دم کرده رو مستقیم به مرغ اضافه میکنیم. این کار باعث میشه زعفرون قبل از هر چیزی به بافت مرغ نفوذ کنه. هم طعمش خیلی بهتر میشه، هم رنگش فوق‌العاده. بعدش میریم سراغ آب پیاز. پیاز رو رنده میکنیم و با چیز کلات یا صافی فقط آبش رو میگیریم. بعد فلفل دلمه سبز رو نه ریز نه خیلی نازک به صورت ورقه‌ای و درشت اضافه میکنیم. حالا بقیه مواد رو اضافه میکنیم. آب لیمو، سس مایونز رو با کمی سرکه، خردل، نشاسته ذرت و شکر مخلوط میکنیم و اضافه میکنیم. در آخر فلفل سیاه، سفید و قرمز تازه آسیاب شده و نمک رو اضافه میکنیم. کمی روغن هسته انگور هم میریزیم. همه چیز رو خوب مخلوط میکنیم و بعد مرغ رو منتقل میکنیم داخل یک کیسه زیپلاک یا یه ظرف کم عمق، طوری که مرینیت کامل روی همه تیکه های مرغ رو بگیره و به همین سادگی مرینیت جوجه کباب آماده است.